اگه دنبال یه اسپیکر اقتصادی که برای روزمره مناسب باشه، هم میکروفون داشته باشه، هم قابلیت‌هایی مثل USB و بلوتوث، این مدل ارزش بررسی رو داره. امروز می‌خوایم یه نگاهی بندازیم به DJ3637 از برند دیجی پرو. طبق مشخصات ثبت شده DJ3637 با 2 ساب 4 اینچی عرضه میشه و ابعادش 18x40 در 18.5 میلیمتره. یعنی با یه اسپیکر رومیزی یا ایستاده جمع و جور طرفیم که برای فضای خونه یا دور همیای سبک خیلی مناسبه. قبل اینکه بریم سراغ امکاناتش، به نظرم بریم یه تست صدای کوتاه ازش بگیریم که ببینیم تو خروجی چه کیفیتی بهمون میده. کیفیت صداش که فوق‌العاده است. این اسپیکر 8 مود رنگی داره. برای یه اسپیکر جمع و جور خونگی به نظرم که ارزش خرید رو داره. از نظر امکانات این مدل به رادیو، USB و بلوتوث هم مجهزه. همچنین به 2 آمپلیفایر 5 واتی برای تقویت صدا مجهز شده. در مجموع DJ3637 برای کسی مناسبه که دنبال یه اسپیکر اقتصادی با امکانات کامله، با ورودی میکروفون و طراحی کاربردی تر. این اسپیکر نه ادعای اغراق‌آمیز داره، نه خودشو بیشتر از یه محصول مقرون به صرفه نشون میده. نظر شما چیه؟ نظرتون تو کامنت ها برامون بنویسید.